من اصلا همین خیلی انسان من مسلمان گفتن نمیتونم. آخه تو مسلمان باشی دلت نمیسوزه؟ تو ناموس نداری؟ تو قلب نداری؟ یا که تو یگون حیوانی؟ اور ننگ بر همه ما تاجیکان بود، بر همه تاجیکستانیان بود که حالت مادر تاجیک در چنین حالت است. التجا دارم به کارهای تروریستی، به کارهایی که در اونجا کشتار و وحشت و ناگواری از دست نزنید. تو در قد کوچه های شهر دوشنبه یا که شهر خوجند یا که شهر مثلا قرآن، شما باید که چند سوم پرداخت کنید؟ 2500 3000 تومان پرداخت کنید که در اونجا شما رو به کار بگیرند. در داخل وطن خودتون به خاطر یک جای کار نوچیز باید که چیکار کنید؟ 300 2000 تومان 1000 تومان پول پرداخت کنید. همین رو میبینید. اون روز من با یک پرستار صحبت میکردم که در قربولو کار میکرد. گفت که من بر عوض اینه که در این جمعه را کار بگیرن من 2500 تومان پرداخت کردم. در با علاوه این من دکتر گذاشتم و هر جایی که من میرم دکتر میگذارم برای یک سرتیفیکات من پول پرداخت میکنم. تقریبا همین 4 جای کار برای من 4000 تومانی غلطید. یعنی 4000 تومانی من پرداخت کردم که در عموم برای یک پرستار شدن که معاشش 1000 تومان است جای کار بگیرم. 1000 تومان برای 1000 تومان هر ماه گرفتنی من 4000 تومان پرداخت کردم. برای این کار کردن من باید 6 ماه کار کنم. چرا؟ چون 4 ماه من مصرف راه اومد دارم. در 4 ماه کار کردن حتی هم 4000 تومان خود من نمیگیرم. در داخل وطن خودمون بر عوض جای کار دادن از شما پول میگیرن. ولی چی برسد؟ فدراسیون روسیه اونها از کجا یاد گرفتن در فدراسیون روسیه که سال 2014 توجیکا میگفتن که تو برای اینجا کار کردن، برای عربه کشی، برای رفت چوب کردن تو باید $400 رو یک متر کارت بگیریم. اونها این کار یک بار اینجور از پیش خودشو فکر نکردن، بلکه آموختن که توجیک یگان محافظ نداره در داخل وطن خودش. توجیک این کار میکنن، همین کار کردن و امروز میبینید که همین مادر آشکارا بسیار با جسارانه تشکر به این مادر که این چیزها را گفت. زیاد حالت ها در داخل تاجیکستان هست که با پول جای کار میخری ولی مردم نمیگویند. این مادر جسارانه همین حرف زد. بازم همین نوار من از نو میمونم، شما خوب دقت کنید، گوش کنید. همین مادر میگوید که اگر من این مبلغ می داشتم من کار نمیکردم. من ندارم همین مبلغ جای کار بگیرم. برای من جای کار مهیا کنید. گفتید 100,000 جای کار من تامین کردم. خب جای کار نیست. من جای کار میرم برای من برای یک رفت چوب کردن 2000 تومان 2500 تومان طلب میکنن. خوب دقت بتین صدای همین مادر را یک بار دیگه گوش کنین. این حالت داخل وطن خود ما است، بیرون از وطن نیست. همین مادر یک کسی که از این پول میگیرد که مادر یک کسی دیگه است، پدر یک کسی دیگه است، برادر یک کسی دیگه است. در یک خانواده کار میکنه که برادرش، خواهرش، فرزندش در مهاجرت مهنتی است، در همونجا عذاب میکشد، میداند حالت همین مادر رو، باز هم چیکار میکند؟ فساد طلب میکند. ننگ و توف بر چنین حالت باد. ننگ بر هر کسی که بر این کار دست میزند. توف برای هر کسی که از چنین اساسا فساد میگیرد، مال میگیرد. مادر رو نمیگذارد که یک مادر تاجیک وقتی که از فدراسیون روسیه زحمت تلاش کشیده دپارتاسش کردن، بیچاره فرزند نان خوراندن نداره، آبی چشمش میریزه، ولی شما بیناموسا، شما احمقا، شما کثافتا میایین راه همین مادر رو میگیرید و بر عوض یک جای کاری ناچیز براش ازش با پول طلب دارید. شما حالت یک مادر رو میبینید، انکت همین رو میبینید که همین مادر فرزند دارد، همین مادر خونه و در حالت زندگیش بدتر است. همین رو میبینید. آخه کثافت، تو چه خیلی جسارت میکنی، تو چه خیلی وجدان داری که از همین مادر پول میگیری. وجدان داری اصلا؟ همین وجدان در کجا است؟ توجیک کی خیلی به وجدان شده بود؟ توجیک در کدام حالت این قدر بیناموس بود، این قدر به وجدان بود که از مادری چنین حالت پول میگیرد؟ من اصلا همین خیلی انسان من مسلمان گفتن نمیتونم. آخه تو مسلمان باشی دلت نمیسوزه؟ تو ناموس نداری؟ تو قلب نداری؟ یا که تو یگون حیوانی؟ با والله من نمیدونم که کجای این اخبار. من همین مادر کد من چند روز نوارش نگاه میکنم، در رادیو آزادی هم نشر شد، در تمام رسانه. با خدا قسم چشمات اشک میریزه، آب میریزه از چشمات.
وجدان نداشته باشه که همین خیلی مادره که چند فرزند داره از فدراسیون روسیه دپارتاسش کردن پول نداره بیا برای من پول بده که من ترا کارت بگیرم. با خدا قسم در چنین حالت که باید ما هممون نفرین کنیم با خودمون که ای مرد ما مرد ناموس داریم، مادر ما از در چنین حالت ما باید وجدان خودمون رو بار نگاه کنیم بخوابیم همین ما واقعا ناموس داریم یا نداریم؟ ما در کجا زندگی داریم؟ وطن ما و چنین حالت اومده رسه این مادر فردا میتونه مادر خودت باشه، مادر یک کسی دیگر باشه، مادر همسایه‌تون باشه، هر کسی میتونه باشه. با خدا شرم حیا کنین، ناموس کنین. اور ننگ بر همه ما تاجیکان بود، بر همه تاجیکستانیان بود که حالت مادر تاجیک در چنین حالت است. بعد میگویند که تاجیک در فدراسیون روسیه باش ضربه زدن، شتش زدن، در شکمش زدن. آخه در داخل وطن خود ما هم تاجیک همین خیل داریم. در داخل وطن خود ما تاجیک جای کار نمیتیم، ما خودمون پل میگیریم، ما خودمون ضربه میزنیم، ما خودمون میزنیم. تاجیک در داخل وطن خودمون به ناموس به اور کردیم، به فرهنگش کردیم، به شخصیتش کردیم.